با نمایشگاه ماشین ها در لس آنجلس که امسال 115 ساله می شود بیشتر از 1000 ماشین آوردند. نمایشگاه ها فرصت برای مشتریان است که ماشین ها را ببینند، دست بزنند و بدانند که کدام ماشین های نو به بازار می آیند و چی ابزاری نو دارند. ریکاردو رودریگز لونگ متخصص این ساحه میگوید دیگر ماشین ها با نظرداشت خواسته مشتریان و طلبات حکومت ها برای محیط زیست بی ضرر می شوند. بدون شک تمایل فعلی استحصال بیشتری ماشین های برقی است. هرچند بسیاری از شرکت ها هنوز ماشین های بنزینی دارند ولی ماشین های هیبرید و برقی هم می سازند. احتیاج به چنین ماشین ها به خصوص در کالیفرنیا زیاد می شود، زیرا این ایالت یکی از بزرگترین مشتریان ماشین در جهان است و می خواهد تا سال 2035 در قلمروش ماشین های آلوده کننده محیط حرکت نکنند. از آنچه من می‌بینم پذیرش ماشین‌های برقی اوج می‌گیرد. اکتاویو ناوارو متخصص ماشین‌های برقی است. 2 سال پیش شاید 20 ماشین برقی بود. حالا بیشتر از 40 ماشین است. از ماشین‌های خرد برقی تا بارکش. شرکت فورد ماشین برقی مچ را آورده است. دوج هم ماشین برقی دایتون SRT را، والوو و کیا نیز آفریده هایشان را نمایش می‌دهند. پورش نیز دست خالی نآمده است و وینفاست شرکت نوپای ویتنامی برای معرفی خود 2 ماشین برقی را به نمایش گذاشته است. ستاره نمایشگاه ماشین هایپرکاری شرکت هایپریون است که شبیه کشتی کیهانی است و موتورش با گیدرگین کار میکند. برابر 2000 اسب قدرت دارد و در 5 دقیقه نیرو میگیرد. نرخش $2.5 میلیون است. اینها ماشین های فاخر هستند ولی مشتری دارند. مثل لامبورگینی، فراری به فروش می روند. بازیگران نو مثل هایپریون هم با ماشین هایشان به نمایشگاه آمدند. ماشینش 400 کیلومتر در یک ساعت حرکت می کند. مثل موشک است. ماشین های خاکسارانه ارزان تر نیز هستند، مثل تویوتا که مدل های نو پریوس 2023 و ماشین هیبرید پریوس پرایم را معرفی می کند. چه خرد و بزرگ یا فاخر و ساده، نمایشگاه لس آنجلس بیان کرد که ماشین های برقی ماشین های آینده هستند.